ای که امروز مسئله دانشگاه مطرح میشه و پوانتون مطرح میشه و ما و شما وقتی که موضوعات مطرح میشه خنده میکنیم، در یک خنده ای را تیر میکنیم. نه برادر، سرچشمه زیان از اسرائیل است. چرا تا وقتی که مسلمان ها قوم پرستی نکردن، قدس به پیش مسلمان ها بود. روزی که مردم مبتلا به قوم پرستی ساختن، قدس از دست مسلمان ها خطا خورد. و صهیونیستان میفهمند که روزی که مسلمان ها، تا روزی که قوم پرستی است، قدس در دست یهود است. روزی که مسلمان ها بیدار شدن قوم پرستی رو ترک کردن، قدس از دست ما میره. از این خاطر باید کتاب های قوم پرستی در اسرائیل چاپ شود و جهان اسلام توزیع شود. شما بسیاری وقتا کتاب های قوم پرستی رو بخوانید. نشست در برلین، در آلمان چاپ شد. صهیونیستان در آلمان چاپ میکنن، به زبان دری و پشتو برای ما روان میکنن. وقتی که تو مسلمان میخوانی، فکر تو را چی میسازد؟ قوم پرست. فما من مغيث ولا من عزاء أبي رحيم كشربة ماء طعنت فطوبى ولا من شقاء وأمي يا أمي كفاك بكاء